هنرمند باید که برای همین در ساختار جمعیتی خود، در ساختار سرزمین خود باید بی‌طرف نباشد. برای سرودهای پاتریوتی کی به شما مبلغ میداد که وقتش رو بخونده؟ هیچ کس به من پول نداد از هیچگاه. دوباره می سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خیش ستون و سقفی تو میزنم، اگر چی با استخوانی خیش. مثل که بچه ها سوال دادن در یک برنامه گفتن که کجا پرادو برای شما تقدیم کردن. نه دادن یا نه واقعا؟ بله. چی بود بیا این ادر انصاف واقعا چی باشه؟ نه خوب بود، محبت، صمیمیت نبود، عزیزی. پس ماشین نبود. سخن‌های خیلی تاریخی پرزیدنت کشور. ماشین نبود خلاصه. نبود. حالا من 3 آهنگ دیگر برای مردم عزیزم ایجاد کردم و در حال چی هستم؟ باید آماده شوند. کمی حال وضعی مالی خیلی بد است، چون همیشه وضعی هنرمندان بد است. امیدوارم که بعد این ویدیو رو دیدن صاحبکار بننگ و ناموس پیدا میشن که اکو جعفر را دستگیری کنن و اون 3 سرود دیگری پاتریوتیشون هم ما بشنویم. 18 سال گذشت از این سخنو. نه نتیجه نیست دیگه لازم نیست. از کجا میفهمی که مردم شما را دوست ندارن؟ حالی میام برای شما سیب میارم. سیبای کجا هست؟ دیروز از ونج عزیز برای من راهی کردن با این آهنگایی که تو ایران تسخیر کردی، تو برای ما اجاره بگیری، تو یگان خانه دیگه نداری. بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست، با فرزندانی با از ما وفادار. دوباره می سازمت وطن، اگر چی با خشت جانی خیش دوباره می بخشمت توان، اگر چی بیش از توانی خیش. ما وقتی که رفتن از این وطن نکردیم. هر روز این فکر در سرم که میرم از اینجا. دوباره می بخشمت توان، اگر چی بیش از توانی خیش.